که زن در دستش وقتی که در بیرون میرود انگشتر بودنش جایز نیست، همین درست است؟ انگشتر از انگشتر فرق میکند خواهر سمیه. بعضی انگشتر هست که شما دائمی در دستتون هست، شب و روز هست، هیچ نمیگیرید آن رو، در خانه هم در بیرون هم، و چیزی عادی مثل گوشوارتان. بعضی وقت هست که به کوچه شما یک چند انگشتر رو مخصوص به دست میکنید تا که خوشرو شوید. این الکی مخصوص زیب و زینت کردن به کوچه می شود. فهمیدید؟ یعنی انگشتری که همیشه در دستم هست، من در خانه هم به خانه هم همیشه در دستم هست، این چیزی عادی هست. برای اون که زنی که به نزد پیامبر میاد در سنن ابو داود بود حدیث، در دستش دستبان بود، دستبانی کلان از طلا بود که پیامبر میگن از این آیا تو زکات میدهی یا نه؟ او میگه آره من زکات میدم. پیامبر میگن اگر زکاتش رو نمیدادی او سبب آتش جهنم میشد به تو. یعنی پیامبر نمیگن که این رو از دستت گرو پرتاف کن، اما از این که الله میگه زینت های خودتان رو در کوچه برای نامحرم آشکار نکنید، شما مخصوص برای کوچه اگر چند تا انگشتر کرده رفتید، این درست نیست، چون که شما مخصوص این رو کرده استودید.